الله میگه که تو باید جدا شوی. تو اگر یک نفر باشم تو جدا شوی موحد. انا این است تو جدا شو، تو امت هستی. برای همین حضرت ابراهیم که یک نفر بودن از مشرکین جدا شدند، الله ابراهیم امت گفت. این ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا و ما کان من المشرکین ولم یکن من المشرکین. ابراهیم امت بود در حالتی که تنها بود، به خاطر جدا بودنش از مشرکین، به خاطر مبارزه بردنش بر مشرکین و برای عمل کردنش. اما مذهب جهمی ها که اگر نظر کنیم هرگز قصه حضرت ابراهیم مذهب جهمی ها برای همین نقلم هم نمیکند. ملت ابراهیم اعتقاد ابراهیم نمیگوید هم و تعلیم توحیدی از قصه ابراهیم مراد هم یگان مراتب تعلیم نداده است. یگان جهمی را دیده که قصه توحیدی خالص کفر بالطاغوت ملت ابراهیم تعلیم داده باشه.